با سلام. در این قسمت ما قصد داریم مدار رزونانس رو توی فیلترهای میانگذر خدمت شما توضیح بدیم و یک مثال حل کنیم. اگر ما یه پیک ولتاژ رو در نظر بگیریم با محدوده فرکانسی و مقدار ولتاژ مشخص یا بهره ولتاژ مشخص، دقیقاً نگاه کنید اون پیک ولتاژ، اون پیک فرکانسی که برای ما پیش میاد و در فیلترهای میانگذر قابل حذف و نشان دادن هست، فرکانس رزونانس نام داره. و اون پهنای فرکانسی که ما روی اون در اصل بین فرکانس بالا و پایین در حال عبور این پیک ولتاژ هستیم، پهنای باند هست. خب پس ما یه فرکانس بالا داریم، یه فرکانس پایین و نهایتاً یه مقدار فرکانس مشخص. حالا ما میخوایم ضریب کیفیت رو تو این پهنای سیگنالی که ارسال میکنیم از طریق فرکانس رزونانس و پهنای باند به دست بیاریم. توی فیلترهای میانگذر معمولا این پیک به صورت بالا رونده است و توی فیلترهای میان نگذر مقادیر ولتاژی که از اینجا عبور میکنه دقیقا روی این فرکانس رزونانس پایین ترین ولتاژ رو نشون میده. خب حالا مسئله اینجاست، اگر ما در نظر بگیریم فرکانس حد بالای ما اینجا توی این مثال 170 کیلوهرتز باشه و فرکانس پایین ما 150 کیلوهرتز تنظیم شده باشه توسط حالا فانکشن یا سیگنال جنراتور. خب حالا اگر که ما بیایم دوتا سلف و خازن رو در نظر بگیریم که مدارهای LC یا رزونانس هستن، درست شد، مدار رزونانس ما یا همون مدار LC، مقدار سلفی که اگر ما بخوایم به این مدار بدیم تا فرکانس رزونانس مشخص بشه 1 میلی هنری باشه و مقدار خازنمون هم 1 نانوفاراد باشه، مقدار فرکانس رزونانس از این فرمول قابل محاسبه است، 1/2 رادیکال LC. پهنای باندمون برابر با فرکانس حد بالای ما منهای فرکانس حد پایینمون. و ضریب کیفیت مدار به چه صورت به دست میاد؟ میگیم که فرکانس رزونانس رو تقسیم بر مقدار پهنای باند باید بکنیم. خب مثال رو به این صورت حل میکنیم که طبق رابطه 1/2 عدد پی 3/14 با مقدار 1 میلی هنری و 1 نانوفاراد، یعنی 1 ضرب در 10 به توان 3 و 1 ضرب در 10 به توان 9 مقدار خازن و سلفمونه. تو معادله رو ما ساده میکنیم که میگیم این دوتا 1/6 و 28 طبق جبر خطی از هم جدا میکنیم و رادیکال 12 که همون 6 هست تفکیک شده انجام میدیم. حالا اینها رو طبق رابطه‌ای که داریم وقتی منفی یک عدد تقسیم بر عدد توان منفی میشه، این توان به صورت مثبت میاد بالا و وقتی این عدد ضرب در این عدد بشه مقدار اون توی ماشین حساب 159,235 هرتز خواهد شد که با تبدیل و تقسیمش به عدد 1000 ما تبدیل بر کیلو هرتزش میکنیم. به طور تقریبی اگر بگیم که این مقدار فرکانس رزونانس 160 کیلو هرتز باشه، اگر ما پهنای باندمون طبق این روابط 170 منهای 150 باشه، ضریب کیفیتمون یعنی این فرکانس رزونانس تقسیم بر عدد 20 کیلوهرتز پهنای باند میشه که میشه عدد 8. حالا فرض بگیریم اگر این پهنای باند بزرگ بشه، هر چقدر این عدد بزرگ بشه ضریب کیفیت توی موجمون میاد پایین تر. اما اگر این فرکانس رزونانس بزرگتر بشه ضریب کیفیت میره بالا. پس ما اگر مقدار سلف و خازنمون رو جوری طراحی کنیم که بزرگتر بشه ضریب کیفیتمون بالا میره. به خاطر اینکه توی یوتیوب این موارد ترجمه شده نبود،
ترجیح دادم که این موارد رو فیلم و ترجمه فارسی بگیرم تا راحت‌تر این مفهوم رو متوجه بشید. سپاسگزار و خدا نگهدار.